کتاب صوتی موفقیت، کاری از مؤسسه ذهن ایدئال. قسمت 12. این فرمولی که به شما گفته شد یک فرمول 2 تا 4 تاست. یعنی درآمد شما تنها میتونه به اندازه عملکرد خودتون زیاد بشه. خوب یا بد، طرح ذهنی شما برای موفقیت تا پایان زندگی همراهتونه، مگر اینکه اون رو بخواید تشخیص بدید و بخواید که تغییرش بدید، که این دقیقاً همین کاریه که ما میخوایم تو بخش دوم تو همین کتاب صوتی موفقیت بهش بپردازیم. یادتون باشه اولین رکن هر تغییری آگاهیه. بیاین به خودتون نگاه بندازید، نسبت به خودتون، نسبت به خود آگاهتون، به نسبت به خود ناآگاهتون بیاین نگاه بندازید. چه افکاری تو ذهنتونه، چه ترس‌هایی، چه حرکاتی، چه باورهایی، حتی چه بی‌تحرکی، اینا همه رو ریز بشید، انگار که زیر میکروسکوپ دارید بهش نگاه میندازید.